عزیز، به پنجمین جلسه از گرامر زبان آلمانی سطح A1 خوش آمدید. در این جلسه در مورد افعال مودال بحث میکنیم. افعال مودال جواب این سوال را میدهد چگونه یا با چه حالت این کار انجام میشود، مثل توانایی، اجبار، خواستن، اجازه، توصیه، درخواست مؤدبانه. مودال خودش به معنی حالت یا وضعیت می باشد. وقتی میگیم افعال مودال، این یک عمل با چی حالت یا با چی وضعیت انجام میشه. در جمله بیانیه فعل مودال همیشه در جایگاه دوم جمله می آید و فعل اصلی به شکل مصدر در اخیر جمله می آید. فعل مودال 6 تا هست: können, müssen, sollen, wollen, dürfen, möchten. können توانایی یا اجبار را نشان می‌دهد. صرفی فعل ich kann, du kannst, ihr sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können, sie können. در افعال مودال همیشه اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد یکسان صرف میشه و ویا و زی و زی فعل به شکل انفینیتیف میآید. Ich kann Deutsch lernen. من میتونم آلمانی بیاموزم. علی kann Fußball spielen. علی میتونه فوتبال بازی کنه. ihr könnt schwimmen. شما هم میتونین آب بازی کنین. müssen اجبار نشان ده. ich muss, du musst, ihr sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen, sie müssen. Ich muss heute lernen. من باید امروز بخوانم. اجبار است. Du musst mir Wasser trinken. تو باید بیشتر آب بنوشی. Wir müssen früh aufstehen. ما باید وقت‌تر از خواب بیدار بشیم. möchten خواستن مؤدبانه است. ich möchte, du möchtest, ihr sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten, sie möchten. Ich möchte Wasser trinken. من میخوایم آب بنوشم. Du möchtest nach Deutschland fliegen. تو میخوایی به آلمان پرواز کنی. Wir möchten ein Auto kaufen. ما میخوایم یک موتر بخریم. sollen توصیه دستور یا قول نشان میده. ich soll, du sollst, ihr sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen, sie sollen. ich soll das Buch lesen. من بهتر است کتاب رو بخونم. یعنی کس توصیه کرده که من را بخونم. sie sollen pünktlich kommen. بهتر است که سری وقت بیایید. wir sollen die Aufgaben machen. بهتر است که تکالیف را انجام بدیم. dürfen برای بیان اجازه یا ممنوعیت. ich darf, du darfst, ihr sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen, sie dürfen. ihr darf länger schlafen. او مرد اجازه دارد طولانی بخوابه. ihr dürft draußen spielen. شماها اجازه دارین بیرون بازی کنین. wir dürfen Fotos machen. ما اجازه داریم که عکس بگیریم. wollen برای بیان اراده یا درخواست شخصی. ich will, du willst, ihr sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. ihr will Fußball spielen. او مرد میخواد فوتبال بازی کنه. ihr wollt nach Haus gehen. شماها میخواهید به خانه برید. sie wollen ins Kino gehen. آنها میخواهند به سینما برن. mögen برای علاقه یا دوست داشتن. ich mag, du magst, ihr sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen, sie mögen. ihr mag شکلات. او مرد شکلات دوست داره. magst du Kaffee؟ آیا قهوه دوست داری؟ wir mögen Bücher. ما کتاب ها را دوست داریم. در افعال مودال اگر ما بخوایم جمله را سوالی بسازیم، ما فعل مودال در اول جمله میاریم. مثل این: magst du Kaffee؟ قهوه دوست داری؟ تشکر دوستای عزیز از توجهتون. تا ویدیوی بعد، بدرود.